کاملا چرب اما سالم. ببین چقدر خوشگل برشته شدن. یکی از وظایف ما آشپزا اینه که بتونیم غذای مدل امروزی رو با غذای سنتیمون ترکیب کنیم. اما به چه شرطی؟ شرطش اینه که طعم و مزه اصلی غذای سنتیمون حفظ بشه. دوستای گلم سلام. امروز قراره با هم یه رتاتای فرانسوی درست کنیم، اما به سبک ایرانی. میخوایم کباب کوبیده رتاتای درست بکنیم. عجیبه ولی واقعیت داره. من قاضا روشن کنم، زیرش هم کم میکنم. دنبه میخوام حدود تقریبا 400 گرم. 500 گرم گوشت چرخ کرده مخلوط 4-5 تا پیاز احتیاج دارم و 5 تا گوجه فرنگی. غذای امروز فوق العاده خوشمزه، فوق العاده ساده است و اصلا نیاز نداره تو مهارت داشته باشی. تنها که احتیاج داری یه چاقوی تیزه که همیشه باید داشته باشیدش. خب حتما چاقوتون رو تمیز کنید. موضوع انگشتتون هم باشید. خیلی خوب. من تاوام داره گرم میشه. اول میام دنبم رو به ابعادی که قراره درست بکنم خورد میکنم. من میخوام حدوداً 4 سانت در 4 سانت باشه ابعاد گوشت و دنبم. خب من میام دنبه‌هامو به شکل ورقه‌های نازک برش میزنم به این شکل. خب وقتی که دنبه‌هام به میزایی که احتیاج دارم برش زدم، دنبه رو اول همینجوری میذارم داخل تابه بدون روغن. میذارم که یه ذره هر دو طرفش کاملا برشته بشه و از خامیش گرفته بشه و یه مقدارم روش برشته شه. باب نچسبید دیگه. این که من دنبه رو الان گذاشتم این داخل دو تا حسن داره به من. اولش اینه که دنبه هم برشته میشه و بوی خامی دیگه گرفته میشه. دومی اینه که چربی میره داخل تابم و وقتی میخوام گوشتم رو هم تفت بدم با چربی خود دنبه یه طعم خوشمزه‌ای داره. من یه دونه پیاز قرمز رو برمی‌دارم و رنده درشت رندش میکنم. دنبه‌هامو برمیگردونم. یه قاشق چایخوری نمک، یه قاشق چایخوری فلفل سیاه. خیلی خوب. همین مقدار برای دنبه هامون کافی هستش. میبینید ته تابمون چقدر چربی جمع شده در حالی که ما هیچ روغن این داخل نریخته بودیم. شاید باورتون نشه ولی یکی از سالم‌ترین روغن ها که میشه استفاده کرد همین روغن دنبه هستش. دستا رو کاملا میشورید با آمادگی کامل، با ضمیری آگاه و دلی پر امید میریم برای چنگ زدن. حسابی باید چنگ بزنید، ورزش برید تا کاملا مواد به خورد هم برن. حالا یه گوله بردارید قشنگ با دستتون بهش شکل گرد بدید، بذارید داخل همون روغن دنبه، همون چربی که داشتید. توی این مرحله اصلا نمیخوایم گوشتمون کاملا بپزه، پس یه مقدار میتونید شوراتون رو ببرید بالا. همین که دو طرفش یه ذره برشته بشه و خودشو بگیره برامون کافی است، چون یه پخت دیگه داره با بقیه مواد. تا گوشتمون تفت بخوره گوجه فرنگی ها رو هم حلقه‌ای برش بزنید، آماده داشته باشید. خیلی خوب، کارمون اینجا تمومه. داخل این تابه ما یه چربی خیلی خوشمزه هم از دنبه هم از خود گوشت هستش که حتما اینو نگه داریم. میخوایم باش سس درست کنیم برای غذامون. این چربی فوق‌العاده خوشمزه است. حالا داخل همون روغنی که از دنبه ها و گوشت اون هست مونده یه قاشق پر ربع گوجه فرنگی اضافه کنید و حسابی تفتش بدید تا رنگش متساعد شه و بوی خامیش گرفته بشه. بچه‌ها اگه دقت کرده باشید من کنار هر دنبه یه پیازم گذاشتم. این کارم دلیل داره. دلیلش هم اینه که اسید عالی که پیاز داره باعث میشه که دنبه خیلی راحت‌تر و خیلی زودتر تو بدنمون هضم بشه. نگران دنبه نباشید، اصلا به شما باعث یه توی عروقتون نخواهد شد. اگه مطالعه فرمایید این روغن دنبه یا خود دنبه از خیلی از روغنایی که ما داریم مصرف می‌کنیم
ویتامین دی داره، زیترانس، اون یکی دی دارم ضد کلسترول. خیلی از اینا بهتره. روغن حیوانی دنبه بهترین نوع روغن‌هایی هستن که میتونیم برای پخت و پز ازش استفاده کنیم. حالا میریم سراغ ادویه ها. من برای رنگ بهتر نصف قاشق چایخوری زردچوبه اضافه میکنم، یه قاشق چایخوری پر پودر سیر، یه قاشق چایخوری پر پودر زنجبیل که معده‌مون رو هم کاور کنیم باهاش، و برای طعم بهتر یه قاشق چایخوری پر پودر تخم گشنیز. من توی مرحله بهش یه نمک نمیذارم چون خود ربمون یه مقدار نمک داره. حالا من به این نصف لیوانم آب اضافه میکنم. چه ترکیبی شد. دوستای گلم، من تست نمک کردم، نمکش خیلی کمه. نصف قاشق چایخوری هم بهش نمک اضافه کردم. این سس ما آماده است. یه سس استاندارد یا لایت. ببینید اگه میخواید ترشش کنید بهش آب لیمو اضافه کنید. اگه میخواید رنگش رو غلیظ‌تر کنید بهش زعفران اضافه کنید. اگه میخواید تندتر باشه که خب هر فلفلی که دوست داشتید بهش میتونید اضافه کنید. میتونید از ادویه‌های دودی استفاده کنید تا طعم دودی بهتون بده. دستتون برای طعم‌سازی خیلی بازه. اما چون من میخوام طعم کباب کوبیدن رو حس بکنم، به همین خاطر اینا رو بهش اضافه نکردم. ولی شما صاحب اختیارید که گفتن خواستید با طعم‌ها میتونید بازی کنید. خیلی خوب. حالا این سوسی که درست کردیم و خیلی با صبر با حوصله، عجب سوسی شده بچه‌ها. حالا این سس رو می‌ریزیم روی موادمون به این شکل. حتما از روی موادتون بریزید که همشون آغشته بشن به این سس. دوستای گلم، من یه کاغذ روغنی میذارم روی ظرفم، میخوام فویل بکشم و بذارم داخل فر. به احترام همه شما عزیزان که میگید فویل مضره، اول کاغذ روغنی میذارم بعد فویل میکشم. اما دوستان با یه سرچ خیلی ساده متوجه میشید که فویل اونقدرها هم که تو دهن به دهن پیچیده و همه میگن مضر نیستش، چون که همه روزه این غذا رو استفاده نمی‌کنیم که. اما باز به احترام شما عزیزان، چشم من روی کاغذ روغنی فویل میکشم. یه نکته جالب، اگر این بخشی که مات هست رو به داخل باشه غذاتون رو گرم نگه می‌داره. اگر این بخشی که روشنه رو به سمت داخل باشه غذاتون رو خیلی سریع خنک میکنه. اینو میدونستید؟ خیلی خوب. روشه بکشید. فوت آخر یه چند تا هم سوراخ بزنید که بخارای اضافیش خارج شه ازش. خب دوستای گلم، غذای ما آماده شد. باید بره داخل فر پخت دومش صورت بگیره. من میتونم به این غذا بگم غذای سالم. چرا؟ چون با روغن مضر پخته نشده، با چربی گوسفندی یا همون دمه پخته شده. دو اینکه کباب تابعی نیست. بعضی از دوستان که خیلی نکته سنج و ظریف هستن یا میگن که این همون کباب تابعیه دیگه. نه، کباب تابعی نیستش. تو کباب تابعی بعضیا آرد سوخالی میزنن، بعضیا تخم مرغ میزنن و مواد دیگه. اما این فقط نمک داشت، پیاز و فلفل. پس ترکیبات کباب کوبیده هستش. گوشش هم مخلوط گوساله و گوسفند بودش. پس با این حساب کباب کوبیده به سبک رتاتای فرانسوی درست کردیم. میره داخل فر، دم 200 درجه، مدت 15 تا 20 دقیقه. دمای فرها با هم متفاوته. حواستون به غذای خودتون باشه. بریم برگردیم برای سرو خوشمزه این غذا. بریم. دوستای گلم، غذا آماده شد. یک کباب کوبیده پختیم در کنار سبزیجات با یه سس خوشمزه کاملا چرب اما سالم. یه غذا خیلی خوشمزه و خاصه. اگه از این آموزش خوشت اومد ممنون میشم با لایک و کامنت یه ریاکشن از خودت نشون بدی. نظر سازنده، انتقاد سازنده حتما برام کامنت کن. من به دوستات معرفی کنم برای توسعه کانال، بذارید خانواده‌مون بزرگ و بزرگتر بشه. دوستتون دارم. تا آموزش بعد، خدا حافظ.